سلام به همه بیننده های محترم شبکه مستند سیما. شما بیننده برنامه پرونده مستند هستید که از این به بعد قرار از شبکه مستند سیما پخش بشه از محل استودیوی این برنامه در پلیس آگاهی تهران بزرگ. این برنامه توسط شبکه مستند سیما و با همکاری شبکه رادیویی جوان تهیه و تولید میشه. توی این برنامه ما به بررسی پرونده های جنایی و قضایی میپردازیم که در پلیس آگاهی تهران بزرگ هنوز در حال بررسی جزئیات این پرونده رو تا لحظات دیگه با همکاری جناب سرگرد بابک نمکشناس بررسی خواهیم کرد. خب تا لحظاتی دیگه متهم اصلی این پرونده وارد استودیوی پرونده مستند خواهند شد. منتها قبل از اینکه متهمین اصلی، و البته من تاکید میکنم متهم اصلی به خاطر اینکه پرونده رو مطالعه کردم و در واقع یک نفر هست که مغز متفکر این پرونده است. منتها قبل از ورودشون با جناب سرگرد بابک نمکشناس رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ خواهیم بود. ایشون همراه همیشگی پرونده ها هستند و از نظر پلیسی به ما کمک خواهند کرد برای بررسی پرونده. منتها ما به دلایل کاری طبیعتاً پلیس و فضای کاری ایشون نمیتونیم تصویرشون رو داشته باشیم. ایشون از طریق صدا با ما همراه خواهند بود. جناب سرگرد سلام بر شما، وقتتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز شبکه مستند و دوستان ما در برنامه رادیو جوان. زنده باشین. کوتاه لطف میکنید از پرونده برامون بگین. عنوان که عنوان سنگینیه. عنوان آدمربایی جوانی 18 ساله بوده. در مورخه 23/9/96 این فرد از محل سکونتش رو بوده میشه و اولین دستگیری ما تو این پرونده 29/9/96 آغاز میشه و خوشبختانه فرد ربوده شدم سالم رها میشه. در کمترین زمان ممکن دستگیری کمتر از یک هفته ما کشف پرونده داشتیم تو این پرونده. خیلی متشکرم ازتون. ان شاءالله جزئیات رو با حضور متهمین در خدمتتون هستیم خواهیم گفت و بررسی خواهیم کرد تا لحظاتی دیگه متهمین اصلی وارد اتاق گفتگوی ما خواهند. سلام، خوبین؟ چی شد امروز الان اینجایین؟ حالا به جرم همدستی تو آدم ربایی سابقه دارین؟ نه. یعنی اولین سابقتون شد انقدر سنگین آدم ربایی؟ سابقه مواد مخدر ندارین از قبل؟ اعتیاد از قبل داشتم ترک کردم. چی مصرف میکنی؟ تریاک مصرف میکردم که 16 سال پاکه تریاک دارم. 2 سالی هم بود پاکه شیشه داشتم. عجب، پس شیشه هم مصرف کردی؟ خیلی کم، 6 ماه، دوره 6 ماه بوده. تریاک اعتیادتون چند سال بود؟ 12 سال اعتیاد داشتم. و چند سال الان مصرف نمی کنی؟ 16 سال پاکی دارم از سال 80. یعنی دیگه لب نزدی؟ لب نزدم. آقا این رسول شغلتون چی بود؟ من راننده آژانس. چند ساله؟ 5 سالی راننده آژانس بودم. و قبل از اون چی؟ قبل از اون کار سقف کاذب بودم. شغل زیادی داشتم. آها. پس شغلتون آزاد بوده و مشاغل زیادی هم تجربه کردیم. دقیقاً. متأهل یا مجرد؟ متأهل بودم، جدا شدم. بچه هم داری؟ نه. توی این سن اینجا چرا؟ گول خوردم دیگه. خب بریم سراغ پرونده که اصلا ماجرا از چه قرار بوده؟ موافقید یا نه؟ الان چند روزه اینجا این؟ چهارشنبه این هفته که بیاد میشه 3 هفته. 3 هفته است که اینجا این. و تا حالا پاتون به بازداشتگاه باز نشده بود؟ حتی 1 ثانیه. زندان ها نمیام، بازداشتگاه حتی یه پلیس نیامد و همه یادت شده. یعنی آسمی رفتم آسمی اومدم. شما به عنوان متهم اصلی این پرونده الان اینجا نشستید. متهم اصلی که مادرشون بود در اصل که به من گفتن پسر منو بیاد ببرید کم. منتها کسی که این کار رو کرده شما بودین، درسته؟ من نبودم. مادر فرد رو بوده شده پیشنهاد میده به این آقا. حالا تو این بحث این که ایشون با چه
چطور با این خانم ارتباط برقرار کرده خودشون الان توضیح میدن. بحث این که طراحی بحث آدمربایی چطور انجام بشه و چه کسایی این کار رو انجام بدن توسط علیرضا انجام شده. محل سکونت اون فرد ربوده شده و مادرش شما در اختیار آدمربا گذاشتین دیگه، غیر اینه؟ نه من نذاشتم. آدمربا دنبال من اومدن، قبل از وارد خونه میشن با مادرشون قرارمدار گذاشتن تو ماشین خود مادر. چه فرقی؟ شما بردین اونجا راه هم خونه رو بهش نشون دادین دیگه، شما به اون خانم معرفی کردین دیگه، چه من معرفی کردم به خانم بعد، ولی من داخل خونه نرفتم. نه در زمان بحث آدمربایی شما حضور نداشتین. اما بحث این که افراد آدمربا رو به نوعی شما استخدام بکنید. من از کرج آوردم با مادرشون داخل ماشین، کلیدا رو من گرفتن، چون من ماشین از خانم بود، من رو ماشینشون کار میکردم. این اتفاق شب افتاد؟ ساعت 3 بود. 3 عصر. خب که من کلید رو با ریموت خانم اومدن پایین. خانم چند تا کوچه اونورتر خب اومدن کلید و ریموت رو من گرفتن. بله. تو ماشین دادم به آقایون. خب بعد با آقایون سر قیمتم توافق کردن. چقدر قیمت بود؟ 5 میلیون. 5 میلیون تومان. برای چی گفتن میشه شما؟ که پسرشو ببرن کمپ. کمپ. پسرشو معتاد ببرن کمپ، خونه اذیت میکنه، بی‌احترامی میکنه به مادرش. منتها شما میدونستید که داستان یه چیز دیگه است. هدف این خانم این بود که به شوهر قبلیشون ضربه بزنه. پسر هیچ اعتیادی نداره میدونی؟ به من نگفته بودن. من چون پسرشون رو 3 بار بیشتر ندیدم. اونم در حد اینکه از داخل اتاقش بیاد بره سرویس. آقای رضا پس داستان از نظر شما رو بودن یک فرد نیست ها؟ نبوده. دقیقاً نبوده. شما بگید داستان چی بوده برای ما؟ من یه روز ساعت 12 شب از آژانس که سرویس آورده بودم فرودگاه تهران مسافر. بله. برگشتم منزل خواهرم که همون کرج باشه. بله. چون 2 تا خواهرزاده دارم، خیلی دوستشون دارم. خدا حفظشون کنه. اومدم رفتم اونجا دیدم یه کفش غریبه است. گفتم کی خونه است؟ گفتش آره بعدالو بهت میگم. بعد 2 روز یه خانم یکی آره بیا این خانم بعد بذار دم خونه‌شو. منم این خانم میشینه و منم چون راننده بودید بعد این کارو میکردید؟ آره میخواست آژانس بگیره. من گفتم خب که شما برسید. آره خواهرم دیگه چرا بخواد هزینه بده. پس اینطوری میتونیم عنوان کنیم که این خانم متهمه پرونده ما به نوعی دوست خواهر شما بوده. شما چون آژانس بودین خواهر شما میگه آقا به جایی که هزینه آژانس رو به یه فرد غریبه بده شما بیا. مثلا نمیخواستم هزینه بده. گفتم تو که میخوای هزینه بدی نمیخواد بدی، من خودم میبرم میذارم، مشکل نداره. مرا معرفتی. خب هیچی بردم گذاشتم دم خونه خودشونو. موقع پیاده شدن گفت میشه تلفن ازت داشته باشم؟ گفتم بابت چی؟ گفت بابت یه موقع کار پیش اومد. من گفتم باشه این تلفن من مشکلی نداره. بعد یعنی این تکرار شده بود این قضیه که شما مسافرتون بخواد تلفن از شما بگیره؟ آره خیلی. الان من تو آژانس خیلی هستش تلفن. آقای رضا مثلا من دفعه بعدم دوست دارم با شما سرویس برم. 2 روز این خانم به من زنگ زد گفت من بنا سراغ دارید؟ گفتم که بنا سراغ دارم، باشه مشکلی نداره. گفت به شرط اینکه خودتونم بالا سرشون وایسید. گفتم باشه من خودم بالا سرشون وای میستم. رفتیم سر ساختمون رفتیم سر ساختمون، بنا رو بردم، دید قیمتم داد، قرار شد از فردا صبحش بیان کار کنن که همین جوری هم شد. خلاصه تو همین گیر و داد که تموم شد، بعد کار نظافتش هم یه مقدار ما خودمون انجام دادیم. بعد این کار که تموم شد گفتش که بریم ثبت نام کنیم. مگه شما خودتون ماشین نداشتید؟ ماشین داشتم. خب مدل پایین بود. خب مدل پایین بود، ایشون ماشینش صفر بود. گفت همینجا کار کنید فلان و اینا. و همینجا هم شما یه اتاق من مثلا گوشه پذیرایی اگه نخواستید یه زیرزمین پایین داشتم مسکونی بود تا فقط در نداشت. گفت همینجا هم شما همینجا هم استراحت کنید. شما قبل از اون یه جای سکونت خاصی نداشت؟ چرا خونه پدرمونم، ولی خب با پدرم یه مقدار مشکل داشتم. و گفته بودین به خانم که شما مشکل دارین با پدرتون؟ بله. یعنی وارد فضاهای گفتمان شده بودین با ایشون؟ بله به خانم گفته بودم. در حوزه‌های عاطفی، فضای خصوصی؟ نه فضا عاطفی نه. به این خانم در جریان بودن که من خونه پدرم و خواهرم شنیده بودن که من یه مقدار با پدرم مشکل گفتن که شما بیاید اینجا. آره. پیشنهاد بحث آدمربایی یا حالا فرزندربایی به نوعی بخوایم مطرح کنیم از طرف همین خانم کی به شما پیشنهاد داده شد؟ زمانی بود که کار ساختمانی تموم شده بود، منم راننده‌شون شدم. یه روز رفته بودم زنگ زدم به من. میخواید آب بیارم براتون؟ نه مرسی. زنگ زدم به من گفتن که
برید واسه پسر من غذا بخرید بهشون بدین، چون پسرشون بیرون از اتاق نمیان کلا. حالا یا احتیاط داشتن یا رمانپریش بودن، من نمیدونم اینا رو از کجا میدونین؟ یا احتیاط داشتن یا رمانپریش؟ چون مادرشون به من گفته بودن که ایشون کوکائین میکشن، داییشون اینا کوکائین آورده بود بهشون داده بود، معتادشون کرده بود. چون منبع اطلاعاتتون در اصل اون خانم بود دقیقاً. اطمینان که نداشته این آقا پسر احتیاط داره یا نه دیگه، چون برخوردی باش نداشت. برخوردی نداشتم. این خانم هرچی میگفت شما میگفتی درسته. اون مادرشه، یه مادر که نمیاد فرزندش رو بخواد خراب کنه، دروغ بگه در مورد فرزندش. طبیعیه. هر کی باشه باور میکنه. من هیچ موقع قبول نمیکنم مادرم میاد بدی منو بگه. خب هیچی. غذا گرفتم بردم بهش دادم و بعد از اونش که اومدم ماشین رو تحویل بدم. من این سوال بپرسم، احساس میکنم شما خیلی حمایتگر کل خانواده شده بودین، درسته؟ بعد از یه مدت دیگه انگار اون فضای ارتباط کاریش تغییر کرده بود به سمت ارتباطات بیشتر یا حمایتگری از اون خانواده. اینکه اون خانم میان برای شما از فرزندشون میگن، درد دل میکنن، احتمالاً همچین فضایی ایجاد شده بوده. یه حالت اینکه مثلا با من خیلی راحت بود، میگفت تو اینه داداشم میمونی فلان و بساله. یه روز من شنیدم که پای تلفن داره میگه که آره به آقای ایکس بگی که بگید بیاد من انگشتامو قطع کنم و فلان و اینا. که من تعجب نمی‌کنم، شنیدم چون من گوشام یه مقدار تیزه. اون آقای ایکس چی کارشون بودن؟ این چه نسبتی داشتن؟ همکارشون بود. بگین بیان من میخوام انگشتامو قطع کنم. انگشت خودمو قطع کنم. انگشت خودمو قطع کنم. برای چی؟ که بندازه گردن شوهر سابقش. آها، پس از شوهر سابقش هم برای شما گفته بود؟ من فقط شنیده بودم که شوهر سابقشون یه بچه 6 ماهه تو شکمش کشته. گفتم شما 1000 تا کار دیگه میتونی انجام بدی که مثلا راه قانونی این کارو بکنی که بخواد همسر قبلیتون بابت این قضیه دخترتون شکمتون کشته میتونستید اصلا شکایت کنید. خب گفت نه من حجی شده بعد ضربه بزنم. گفتم باش خودتون میدونید. گفت آشنا نداری تو کمپ؟ من گفتم که نه آشنا ندارم ولی شاید دوستام داشته باشن. گفتم بابت چی؟ گفت پسرم میخوام ببرن کمپ اصلا بدزدنش. شما گفتین کمپ رفته بودین؟ من برای ترک بله کمپ رفتم. چند وقت کمپ بودین؟ من یه دوره کمپ رفتم. یه دوره چند روزه؟ 21 روزه روال عادی. بعد جلسات رو ادامه دادین؟ بله. خب بعد هیچ گفتم که نه اینجوری بخواید من سراغ ندارم. دقیقاً چه گفت شما این خانم؟ ببخشید. گفت شایی بخوای. گفتم اگه بخوای پسرت بدزدی من سراغ ندارم اینجوری. پس فجایی. پس ما حدود 20 دقیقه نیم ساعت پیش بود که رسیدیم به این که داستان دزدی نبوده و شما خبر نداشتین. ایشون به شما گفتن کمپ. تو شما الان یه حرفی دارید تقریبا میزنید که متناقضه با اون. آره. به من گفتن کمپ، بعد گفتم پسرم بدزدید بنظرم گردن آقای ایکس. پس شما در جریان بودید که قرار دزدیده بشه آقا پسر؟ در جریان بودم، قرار بود. به من گفتن بدزدید، من گفتم نه دزدیدن نه. چون شما اولی صحبت برگشتید گفتید که نه بحث دزدیدن نبود. دزدیدن نبوده. بعد به من گفت باشه کسی سراغ داری ببره کمپ فلان اینا. گفتم که کمپ حالا باید برم کرج اینا، دوستانم سراغ دارن یا نه. خب که من فردا همون روز رفتم کرج. دزدیدن چی شد؟ همون رفتم کرج، دارم ادامه‌اش رو میدم. رفتم شما برای کمپ پس نرفتید کرج؟ برای داستان نه رفتم برای سر خاک مادرم. پنجشنبه بود. خب چهارشنبه این موضوع پیش اومد، پنجشنبهش گفتم من برم سر خاک مادرم برگردم. خب رفتم سر خاک مادرم و صبح ساعت 9-10 بود که من رفتم شرکت دوستانم، همین آقا بهروز. بله. که مواد میفروشه. که واسه یکی از دوستانم بهروز همونی که بیرون نشسته؟ آره. بهم زنگ زده بود که مواد میخواست. خب هیچ، من رفتم و یاد گوشیم زنگ خورد. گوشیمون زنگ خورد و گفتن که کجایی؟ گفتم که من کرجم. گفت چی شد پیدا کردید که کمپ کسی سراغ داری پسرم منو ببره؟ عد به روزم بغل دست من بود شنید. خب شما ای بهشون نگفته بودید که من بر بحث دوست؟ آره بهش گفته بودم به بهروز. به بهروز نه، به خانم عرض میکنم. شبش من آخر شبش به بهروز
زنگ زده بودم گفتم برو سراغ داری؟ گفت آره. بله بله. مطابق خانم نگفتم. پس بررسی کردیم با هم دیگه که قرار از نقطه الف تا ی به چه سرانجامی ختم بشه. بله. قرار شد که من بیارمشون تهران. قبل از که بیارم تهران این خانم 2 تا کوچه اونورتر 3 تا کوچه اونورتر با این آقایون که قرار بود پسرش رو ببرن کمپ ملاقات داشته باشه. شما خودت هم میدونید اونجا کمپ نبوده. کجا؟ شما خودتون هم میدونید که اون پسر قرار نبود به کمپ بره. حالا شما هی اصرار میکنید قرار بوده بره کمپ. خانم تو ماشین به من میدونید چی گفتن این پسر منو ببرید یه جایی که فقط نون خشک بهش بدید، سیگارم حتی بهش ندید. خب که این خانم کلید هم من گرفتن، کلید خونه با ریموت خونه رو هم من گرفتن. اونجا قرار شد 5 میلیون به این آدمو بدن. حتی قرار شد دست و پای این خانم هم ببندن که پلیس اومد شک به این خانم نکنه. و شما همه اینا در جریان بودید دیگه؟ در جریان بودم. بعد اونجا بعد این خانم رفت. این 2 نفر آقایون هم سوار ماشین شدن. این خانم به من گفت شما برو دنبال کارت. خب منم رفتم دنبال این قضیه دیگه به شما ربطی نداره؟ نه پیدا نکرد دیگه. خب اونا اومدن، اون 2 نفر اومدن سوار ماشین خودشون حاضر. این خانم هم رفت داخل و دست و پای خانمو بستن برای اینکه طبیعی به نظر بیاد که منم رفتم و قرار بود که آقا پسر تو این داستان مجروح بشن؟ نه قرار نبود. پس چی شد؟ قرار شد که این خانومو بزنن، نه که مثلا خونی پاش شه، مثلا نیاد جلو. این آقا هم ظاهر سازی کنم. بعد مثل که آقا هم مثل که چاقو داشته دستش، این پسره مثل اینکه زیر سرش چاقو داشته، 3 تا چاقو نینجا. خود مادره گفت. خود فردی که روبرو شده. خب بلند شده که اینا رو بزنه. تو همین درگیری که از دستشون میگیرن مثل که یه ذره دستشون زخم شده. یعنی کسایی که برای رو بودنش میرن چاقوی چیزی نداشتن. مقدار خونی که داخل خونه ریخته و رو میز و فرشه بیشتر از اون یه ذره که والا اینجوری من شنیدم. من چیزی که همکاری ما دیدن رو داریم میگیم. شنیدن که ای بابت مانند دیدن آقا علیرضا خان. بعد از اینکه دزدیدنش دیگه داستان به شما ربطی نداشت. بنا بود ربطی نداشته باشه. شما میدونستید که داستان آدمرباییه. شما میدونستید که قرار یه همچین سرنوشتی خانم حداقل هدفشون این بوده برای اون پسر. در چیز انجام شده قرار گرفتم که بعد به من گفتش که اینو ببرید سر به نیستش کنید. شما زمانی که رفتید کرج در عمل انجام شده قرار گرفته بودین؟ نه تو ماشین، داخل ماشین وقتی داشتن صحبت. شما هم اصلا از زمانی که می اومدید بیرون؟ خب من اومدم بیرون. به من گفت اصلا شما برو دنبال کارت. شما وقتی که این بچه ربوده شد، بله، در جریان ربوده شدنش قرار گرفتی یا نه؟ آره یا نه؟ بعدش بله. در جریان محل قرار گرفتن محل نگهداری این بچه بودید یا نه؟ آره یا نه؟ خب در جریان سرنوشت این بچه بودید یا نه؟ آره یا نه؟ نه. شما از بهروز نپرسیدی که این بچه رو کجا بردی؟ آره یا نه؟ نه. نپرسیدی؟ شما از این خانم نپرسیدی از بچت خبر داری یا نه؟ آره یا نه؟ آره یا نه؟ آره. خب پس نمیتونی بگی آقا من در جریان نبودم. حالا اجازه بدین بقیه رو از اون آقا بهروز بپرسیم که ایشون میگه که همه کارا رو صفر تا صد انجام. بهروز شمایی؟ بله. آقا بهروز خیلی انگار نگران نیستی. واسه چی؟ واسه چی؟ اسم پرونده میدونی چی اصلا؟ عنوان پرونده چی؟ آدمربایی. این اسم قبلا به گوشت خورده بود؟ نه ولی آخه من هیچ رقمه به من نمیخوره سرش. نه خورده بود به گوشت بعد به تو نمیخوره اینکه اصلا خورده بود. آره اسمش خورده بود. چند سالته آقا بهروز؟ من 30 سالم. 30 ساله و اولین بار اینجایی؟ بله. یعنی تا الان سابقه نداشت؟ نه خیر. تا الان بازداشتگاه نرفت؟ نه خیر. مصرف مواد مخدر دارین؟ دارم بله. و فروشندگی هم میکنین؟ بله. و کمپ هم میشناسین برای ترک اعتیاد؟ بله دقیقاً. چرا کمپ میشناسین حالا این یه مدت ترک کردم، یه مدت پای که بچه‌م الان کمپ زدیم. خودتون کمپ زدید؟ البته من اونجا وسط دار بودم، کمپ نزدم، یعنی کمکش می‌کردم. اعتیادتون چیه؟ من شیشه. با علیرضا بچه محلی؟ خیلی رفیقی ما. رفیقیم. علیرضا چی گفته بود درباره این قضایا؟ گفته بود یه دونه یکی هستش ما ببریمش کمپ. ما یه جمعه بود با بچه رفتیم سر خاک، همونجا صحبت کردن که آره یه نفر هستش که میخوام ببریمش چند روزی پیش خودتون نگه داریم. گفتیم
چطور خودتون یعنی کسی دیگه هم نه بودی؟ مثلا کسی خب ما 4 نفر بودیم دیگه کلا. بله. با 4 رفته بودیم سر خاک اومدیم. باشه یارو پیش خودتون نگه دارین. گفتیم کیه؟ باشه یک پسر است به نام امیر مهدی. خب گفتم چطور من مصرف میکنه فلان؟ گفت آره کوکائین مصرف میکنه. یعنی تو الان سابقه داشتی که کسی رو ببری نگه داری؟ خودم نه کم پاره. تو بنا بود ببری کم که جمع شده؟ نه دیگه کم پاورجا بود، من خودم نمیرفتم دیگه. تو نمیرفتی؟ آره. تو قبل بود ببری کم؟ آره. بعد گفتم که باشه مشکل نداره بگو بیاد. بعد که اومدش اونجا صحبت دیدم یه ذره قضیه بود داره، من میکشیدم که خودم کنه چیزی. از کجا فهمیدی قضیه بود داره؟ تابلو بود دیگه. خب یعنی چی؟ باشه بیا اول ببریمش اونجا، بعد یه 3-4 روز خود نگه دار، بعد 3-4 روز اگه میخواد بمونه طرف یه دوره باید کامل بمونه. اینا رو علیرضا گفت؟ نه دیگه من گفتم اگه میخواست بمونه. گفت علیرضا گفت 3-4 روز خود بیشتر نگه ندار. خب. یه روز یه دونه نون بهش بده. خب چند ما هم چیزی نداریم که بخوایم روز یه دونه نون بهش بدیم یا سیگار بهش ندیم یا سیگار بهش بدیم. بالاخره هر جای قانون خودش داره دیگه. بعد اصلا کم دورش 21 روزه، 4-5 روزه نیستش. بله. بعدش هم گفت هر چقدر پول بخوای بهت میدم. یه ذره بودار کرد دیگه داستانو. پس علیرضا میدونسته 100%. الان میگی یا قبل اینم؟ قبلا میدونستی. خب بعد من اونجا کشیدم پامو کنار، که بچه اونجا بود که دیگه اون مسیحیت خودش قبول کرده بود که مثلا من این کار انجام میدم، که شبش هم با اون رفتم. یه اصلا از اون تایم به بعدش خاطرم شما میگی از آدم رو باید میترسی یا نه. درست سال من اونجا بودم به خاطر من اومد علی به من گفتش، ولی اونجا به بعد دیگه اصلا من هیچ ربطی نداشت که من نه صحبت کردم نه برنامه‌شو گذاشتم نه. شما کجای این پرونده؟ من فقط بعد وقتی اینجا بود که همون زنگ به من خورد که چی بهروز میتونی همین کارو کنی. گفتم بیا کرج صحبت کنیم ما هم دیگه. شما این صحبت‌ها رو قشنگ همینایی که میگه علیرضا 0 تا 100 کار انجام داد من هیچ کاری بودم و جلوی علیرضا هم انجام میدی؟ بله 100%. علیرضا رو برداریم بیارین داخل. بیار. خب آقا علیرضا اومدن. جناب سرگور سوال دارن ازتون. آیا علیرضا خان آیه بهروز در جریان کل پرونده آدمربایی بود یا نبود؟ آره یا نه به من توضیح بده. در جریان بود دیگه. درسته؟ بله. زمانی که شما رفتین باهاش مطرح کردین گفتی که قراره چه اتفاقی بیفته یا نه؟ بله. آره یا نه؟ بله. خب شما برگشتین به بهروز گفتی هر چقدر پول بخوای ما تو این قصه بهت میدهیم یا نمیدهیم، درسته یا نه؟ آره یا نه؟ نه. آقا بهروز این حرف زد به شما یا نه؟ گفته بود که هر چقدر پول بخوایم بهت میدیم یا نه؟ من میگم اونجا اون لحظه نه آره یا نه به من بگو. نه شما که الان یه حرف دیگه به من زدی. گفتی که علیرضا به من گفت هر چقدر پول بخوای بهت میدم. گفتی یا نه؟ گفتی الان من هم صحبت کردم. بله. یادت رفت حرف تو؟ من این صحبت نکردم. این آقا بهروز زمانی که رفتن دم 2 تا کوچه پایینتر از خونه اون خانم بود یا نبود؟ نبود. نه. پس اون پسرا رو کی به شما معرفی کرد؟ آقا بهروز اون دست اونا رو گذاشت تو دست شما دیگه. تو حیاط به آقا بهروز اینا بود. آره تو حیاط خونه آقا بهروز دست اینا رو گذاشت تو دست شما. در جریان کل موضوع قرار داشت یا نداشت؟ کاملا نه. یعنی چی؟ یعنی فقط میدونستش که بچه رو باید بردارم یه آدم شخصی از تهران بردارم بیارن کرج. اون کسی که قرار بود آدم ربایی رو انجام بده بهروز میشناخت یا نه؟ اون 3 نفری که اینجا بودن الان هستن ایشون معرفی کرده بود دیگه. 2 تاشون رو میشناخت. در جریان هویت افراد آدم ربا قرار داشت، درسته؟ بله. پس به نوعی آقا بهروز خان بله. شما در جریان بحث آدم ربایی به صورت کامل قرار داشتی. بله. خبر داشتی قرار شخص به اسم امیر مهدی ربوده بشه. خبر داشتی که این ربوده شدن توسط چه کسانی قراره انجام بشه؟ بهروز قرار بود این داستان به کجا کشیده بشه؟ این داستان تو میگی من فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. آره ما فکر می‌کردیم واقعا یه چیز بچگونه می‌دونستیم میگیم مثلا 3-4 روز یارو میاریم پیش خودمون نگه می‌داریم بعدش که چی بشه؟ پیش خودمون نگه می‌داریم بعدش میفرستیم خونه‌شون و بعدش پول می‌گیریم و خیلی راحت تمام میشه. ولی اینجوری نبود. و این اسمش چی بود به نظر تو؟ خیلی بدتر از این بود. نه همین که 3-4 روز یه نفر رو نگه داریم پولمون رو بگیریم تموم شه بره. دیگه ما نیست یعنی که قبل از اینکه بخوایم کاری انجام بدیم فکر نمی‌کنیم. کارو انجام میدیم بعد میشیم روش فکر می‌کنیم. اینه فقط اشتباه. عصبی میشی؟ واسه چی؟ سوال پشت سرم ازت پرسیده بشه، یه موقع توهین بشه بهت، یه موقع توی جامعه اصلا توهین بشه به هر کسی معلومه. خب حالا یه عکس العمل خاصی داره. عکس العمل تو چی؟ نمیشم. اصلا آدم عصبی نیستی؟ نه. شیشه بدترین تأثیری که رو تو گذاشت چی بوده؟ بیخوابی. منجر به دعوا نشده بوده؟ نه. ممنونم آقا. میتونید برید.
در موضوع برنامه‌ای که امروز مطرح شد، ما به خوبی شاهد هستیم رد پای مواد رو، به ویژه مواد صنعتی رو می‌بینیم که افرادی بدون تفکر، بدون آگاهی ممکنه دست به اقدام‌هایی بزنن که اولا این اقدام‌ها غیر قابل جبران باشه، یعنی منتج بشه به کشته شدن کسی و از بین رفتن زندگی کسی که داره این جرم رو مرتکب میشه. و مطالعات ما نشون میده که افرادی که چنین رفتارهایی دارن، همچون اون چیزی که در محتوای برنامه امروز مشاهده کردیم، اکثرا خاستگاه خانوادگیشون یک خاستگاه آشفته است. یعنی اینها کسانی هستند که پدر و مادر روابط صمیمانه خوبی با هم دیگه نداشتند، نتونستن فرزندانشون رو به سمتی هدایت بکنند که اون مغز هیجانی کوچکتر و مغز عقلانی این بچه ها بزرگتر باشه و میبینیم با یک تصمیم گیری آنی و لحظه‌ای بدون اینکه فکر زیادی پشت اون باشه یک اقدام بزرگی رو انجام میدن که شاید اگر به موقع دستگاه‌های زیرک بهش نرسن منتج به یک عمل بسیار نامناسب بشه. محمد بودی دیگه، درسته؟ محمد اولین بار پات به اینجا باز میشه؟ آره به خدا. شما قبلا سابقه هیچی نداشتی؟ نه سابقه داشتم، درگیری بوده، اونم درگیری کی بوده؟ طایفه‌ای بوده، اونم تو خرم‌آباد. مثلا مواد مخدر چند وقته؟ من اصلا مواد مخدر مصرف نمی‌کنم. آدم ربایی اصلا به چی میگن؟ یعنی آدم ربایی انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن را آدم ربایی میگویند. تو نمیدونستی اینطوره؟ نه به امام رضا. تو قبول کردی که در ازای این کار یه پولی دریافت کنی دیگه؟ نه من پول دریافت کنم واسه خودم نبوده. همون لحظه اون پسر که پیشم بود پیش خودش زنگ زدم به مادرش، گفتم بابا اینو می‌خواستید بفرستید کم و فلان چه این حرفا. دیدم مادرش برگشت گفت نه 3 روز شما لطف کن آقا محمد پیش خودتون نگهش دار. گفتم آخه به چه دلیلی، مثلا چه سنمی با هم داریم مثلا که بخوام نگهش دارم؟ من خودم کار زندگی دارم باش خانم. حتی اینطور از پسرش هم بپرسید. خب همین که روبوده شده به قول معروف ما شدیم آدم رباش. خب همین رو بپرسید. اسمش امیر مردیه. حالا اونا دیگه تحقیقات به پلیس مربوط. آره. بعد به قول معروف دیگه گفتم آقا چون پول بدید و فلان این حرفا تا حداقل بچه داره از گشنگی میمیره. والا من نه بچه مایه‌داری هستم نه چیزی، منم یه کارگرم. رفیق شدی با امیر مهدی؟ آره دیگه رفیق شدیم دیگه کم کم به قول معروف. ما یه موتور داشتیم که همینجوری 3-4 روز نگهش داری؟ نه کلا دیگه نشست مثلا گفتم مگه قرار نبود محمد ببریدش کم؟ آره دیگه خب همین خب دیگه ما همون شب که روز که حرکت کردیم اومد اون دمدم غروب بود اومدیم سمت کرج دیگه هوا داشت تاریک میشد کم کم. دیدم شب مادر زنگ زد گفت کم نمیخواد ببرید فلان چی. مادر زنگ زد گفتش که نمیخواد ببریدش کم. آره گفت نمیخواد ببریدش کم، فقط یه لطفی کن 2-3 روز مثلا فکر کن این داداش شده مثلا فکر کن این رفیق. به مرتضی علی همین حرف از دهنش در اومد گفت میدونی کی گفت اینو بهت؟ مادر خود این همین آقا گفت. مادرش چیکار کرده بود؟ شماره منو از علیرضا گرفته بود. از علیرضا گرفته بود شمارم که چی که مثلا زنگ بزنه اول پرس مثلا فکر کنم به قول من شما قرار نبود در به من آره یا نه بگو. شما قرار نبود در قبال این کاری که انجام بده پولی از علیرضا یا اون خانم بگیری؟ نه علیرضا صدا. نه من فقط همین چیز کردم. علیرضا رو صدا کن. نگرانی الان؟ نه هر فرق جواب نداره دیگه. جناب سرگور سوال دارن ازش. آقای علیرضا خان زمانی که بهروز محمد و بقیه دوستانو معرفی کرد به شما بحث آدم ربایی رو کامل باشون مطرح کردین؟ آره یا نه؟ آره. بهشون گفتین که جوونی هستش 19 ساله حالا مادرشو اذیت میکنه، به قول خودتون مدعی شدین مادره رو کتک میزنه. این موضوع اینو باید ببرین کجا؟ کمپ یا جای دیگه؟ یه چند روزی نگرش داری. یه چند روزی پیش خودشون نگه دارن، درسته؟ بله. قرار بود در ازای این کار بهشون پول بدید؟ آره یا نه؟ بله. قرار بود چقدر پول بهش بدید؟ قرار بود که 5 میلیون بهشون بده. خب از این مبلغ چقدر پول رو ریختی به حسابش؟ خود اون خانم ایکس 2 تومن ریخته بود. 2 میلیون. قرار بود مابقیشو کی بریزه؟ اطلاع ندارم این قرار بود این مبلغو کی بریزه مابقیشو محمد؟ والا مابقیشو من اولش تا آخرش با این آقا صحبت کردم، مگر نه من مادر و ببینم قرار بود مابقی پولم به حساب ریخته بشود یا نشود؟ بشود یا نشود؟
قرار شد بشود که نشه. شما که میگی من این کارو به خاطر پول انجام ندادم من که نگفتم به خاطر پول انجام ندادم. خب الان علیرضا ببین، علیرضا الان داره میره بیرون. علیرضا گفتش که من گفتم ببره یه جایی، ولی تو گفتی قرار بود ببرم کم. یه جایی درست. خب چرا گفتی که بنا بود ببره کم؟ خب تمام شما یه لطفی کن، تمام بازجویی که ازمون گرفته شد و تمام حرفایی که پیش قاضی زدیم ببینم همه حرفامون چقدر فرق داره. مثلا من حرفی که الان اینجا زدم یا حرفایی که اونجا زدم چقدر با هم فرق دارن. حرفای آقا ثانیه یه حرف میزنه چقدر با هم فرق داره. الان یه نمونهش بود. یه جوری برخورد کنیم که منطقی باشه دیگه، یه جوری صحبت کنیم که منطقی باشه. تو میدونستی قضیه از چه قراره؟ و اتفاقا محمد تو بچه زرنگی هستی اتفاقا. نه والا زرنگی. چرا اتفاقا اینجا باز نمیشد. منتها حالا پروژه باشه که از مواجه شده. تو دیدی بهترین راه رفاقت توی اون 3-4 روز، درسته؟ زمانی که میبینید علیرضا دستگیر میشه، زمانی که میبینید مادر امیر مهدی دستگیر میشه، میبینید به قول گفتن کارتون شکست خورده، آدم ربایی داره لو میره کل قصه، اومدید گفتین چه کار کنیم چه کار نکنیم جرممون کمتر بشه، شاید پلیس دنبالمون نیاد. ولی دارم خودم حقیقتشو میگم. نه یه جور حقیقتشو نگفتی محمد توی همین چند دقیقه. چرا یه جا حقیقتشو نگفتم؟ به خاطر همین بود. اول اومد بیرون گفت من گفتم برو بگو کمپ، میدونی گول اینا رو خوردم، میدونی همین الان اومد بیرون گفت برو بگو کمپ. و اینا اصلا الان بیرون محمد علیرضا به تو گفت قضیهش گفت مال کم گفتم و اینا قضیهش اصلا اول به خاطر آدم ربایی بوده. مگر نه من به قول جنابالی نه عاشق چش ابرو ایکس شدم، نه نمیدونم میشناسم، نه شناختم. پس بنا بود حرفتون یک کاسه باشه دیگه. این حرف یک کاسه میشه یعنی چی؟ یعنی در صورتی که فکر کنم قرار شد با هم دیگه صحبت کرده بودین که اگر صحبت کردند شما عنوان کنید ما به بهانه بردن اون امیر مهدی به کمپ وارد داخل آره که همش انداختن گردن من. خود علیرضا از اول موضوع آدم ربایی رو مطرح کرده بود، درسته؟ خب درسته یا نه؟ آره یا نه؟ که پیش اومد یعنی اومده مطرح کرده دیگه. من که اینجا نبودم. اول علیرضا موضوع آدم ربایی رو مطرح کرده بود با شما، آره یا نه؟ به من بگو. آره یا نه؟ از بیرون همون اول؟ آره از اول گفتش که آقا بحث آدم رباییه. آره یه لحظه نگه دار، علیرضا رو با صدا کن. خب آقا علیرضا برای بار سوم پاتون به این داستان باز شد و مثل اینکه اونجوری که خودتونم صحبت می‌کردید خیلی نقشتونم کمرنگ نیست ها. خدا نمیدونه. حالا من یه سوال ازت میکنم. بحث سربنیز کردن بچه رو مادر امیر مهدی با شما مطرح کرده بود یا شما با اینا؟ جلوی منو مهران مادرش گفت. خب مهرانی موضوع به شما گفت محمد؟ سربنیز کردن بچه رو؟ خب اول مصاحبه که ما با شما شروع کردیم شما گفتید که من به محمد و بقیه گفتم که و بهروز عنوان کردم که این بچه رو ببرن کمپ. از اولش هم قرار بود بس آدم ربایی انجام بده. 3 بار این بلا رو سر ما میاره، یکی اینجا یکی پیش قاضی، همه حرفا رو من بیرونم میندازه گردن من، بعد من میام پیش قاضی مثلا یه حرفا میزنه اصلا من خبر ندارم چی به چیه. و تو فکر میکنی گول خوردی توی این داستان؟ گول که خوردم آره، همینطور که الان دروغ میگه پشت سرم دروغ میگه، ببینم پشت سرم پیش قاضی ببینم چه حرفایی هم بافته و گفته. یعنی الان چهره مظلوم این پرونده تویی؟ نمیگم چهره مظلومم جناب، من شاید اینا گناهکارتر باشم، به قول من شاید من اینا بیشتر مجازات بشن. من بهت گفتم ببین خوب سرش بخوره به تناب اعدام اینا، مثلا تناب داری آخرش خوبه اعدام بشیم، ولی ببین این مرد حرفتو بزن اینا میخوان این کارو کنن، همه جرما رو بندازن گردن مادره، میدونی که چی که مادره بخواد رضایت بگیره اینا رو هم تبرئه کنه. حالا جالبه که رفاقت شما به این داستانا کشیده شده، هر کدومتون که میایید توی این اتاق. آقای رضا به نظرم دیگه نیازی نیست ادامه بدیم. اختلافاتتون، اختلاف نظراتتون، اختلاف تعاریفتون، ما دوست داریم از این پرونده‌ای که داریم بررسی می‌کنیم یه روایت بشنویم، منتها داریم از هر کدومتون یه روایت متفاوت میشنویم و همه میدونن حرف حقیقت مال توه. و محمد جالب اینجاست که تو میگی علیرضا دروغگوه، دروغ میگه و تو همین الان توی چند دقیقه‌ای که ما داشتیم با هم صحبت می‌کردیم چند تا دروغ گفتی. دروغ گفتم واسه اجازه میون میکنم ببخشید، به خاطر اینکه اومد بیرون الان گفت بحثو کمو بنداز. آخه من ترسوندم گفتم ببینم چیه آخه یه لحظه، مگر نه پیش قاضی هیچ وقت بحث کمو ننداختم، همون اول پیش قاضی ببینیم این چیزا بازجویی ازمون کردن، همون حرف آدم ربایی رو زدم. بس ممنونم ازت. تعریف خاصی از مردونگی داری به عنوان سوال آخرم؟ والا چی بگیم، این کاری که ما کردیم نمیدونم مردونگی نه چون مثل اینکه خیلی دم میزنی از مردونگی و غیرت و مرام معرفت. نه آقا این چیزا به ما نیومده. نه داشتی علیرضا رو هم زیر سوال میبردی بابت این داستان. نمیدونم آخه یارو نمیدونم. نه کاری ندارم. 40 سال سنشه آخه میدونی چیه محمد توی 23 ساله ورزشکار اهل مرام معرفت و پر از ارزش ها و اینها، به نظرت مردونگی یعنی چی؟
تعریف من از مردونگی چی بگم؟ خیلی تعریف داره والا، نمیدونم چی بگم. خیلی ممنونم ازت محمد. روی سر جای شکستگیه یا جای چاقوه؟ تو فقط سرتو میندازی پایین. تصادف؟ نه اونجا تصادف نیست برادر من. آقا یکی با قمه زدمون خوبه. حتما باید آخه الان من بگم جا چاقوه جا چی، یارو جمع خود دیگه میدونم دیگه، یارو بلانس جمع عقلشون به چششونه. خب الان میگن یارو عشق است، عشق لاطیه فلان، نه به امام رضا، نه این فیلم این چیزا هم، نه این چیزا به قول معروف حال اصول این چیزا رو دارم. محمد ممنونم ازت که با همون گفتگو کردی. خیلی اعصابت خورده؟ نه میتونی بری. باشه خداحافظ. برخی از افراد تیپ شخصیت ضد اجتماعی دارند. اینها کسانی هستند که به راحتی جرم و جنایت مرتکب میشن بدون اینکه عذاب وجدانی اونها رو بگیره و به راحتی بابت بحث‌های خیلی کوچک، یعنی با انگیزه‌های بسیار کوچک، با مبلغ پول کم، با یک انگیزه دعوای بسیار بسیار عادی در حد یک دعوای معمولی که در سطح خیابون ممکنه رخ بده، ممکن این افراد دست به جنایت بزنه. خانواده‌های آشفته رو حتما باید دستگاه‌های ذی‌ربط شناسایی بکنن و مداخله مؤثر داشته باشن برای اینکه پیشگیری بکنیم که در آینده در حقیقت مجرمین جدیدی رو ما وارد جامعه نکنیم. نکته دوم دستگاه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش ماست. به راحتی آموزش و پرورش میتونه از طریق متخصصین غربالگری کنه، کسانی که زمینه جرمخیزی در اونها وجود داره و در سالهای اولیه زندگیشون به سر میبرن، هم به لحاظ ژنتیکی و هم به لحاظ محیطی به خوبی میشه اونها رو شناسایی کرد در این سبد آموزشی که داریم و اونها رو تفکیک کرد، کار مؤثر روانشناختی و جامعه شناختی روشون انجام داد تا بتونیم پیشگیری بکنیم از این موضوع. آخرین نکته‌ای هم که اهمیت داره این است که ما در آموزش‌های عمومی که عمدتاً برمیگرده به رسانه‌های ما یاد بدیم به نوجوانان و جوانانمون که برای رسیدن به هدف‌های بزرگ باید زحمت کشید، باید کار کرد، باید صبور بود و با برنامه جلو رفت و از روش‌های میانبر اگر استفاده بکنیم سریعاً در حقیقت دچار مشکلی خواهیم شد که تقریباً میتونیم بگیم غیر قابل بازگشت برای فرد و کسی که قربانی اوش. خیلی متشکرم از این که همراه بودید با بررسی پرونده. طبعا ما با توجه به زمانبندی برنامه به بررسی جزئیات پرونده خواهیم پرداخت. ممنونم که بیننده بودید. این برنامه از این به بعد یک شنبه ساعت 22:30 از طریق شبکه مستند سیما تقدیم حضورتون میشه و سه شنبه ساعت 21 از طریق امواج شبکه رادیویی جوان میتونید شنونده اون باشید. بررسی پرونده ها در هفته‌های آتی ادامه خواهد داشت. ما آخرین پرونده های جنایی و قضایی رو در استودیوی مستقر در محل پلیس آگاهی تهران بزرگ بررسی خواهیم کرد. وقت بر شما بخیر باشه. خداحافظ.